خاک ورسرم کو گوسفندا بیبی گوسفندا کو از موامو پرسی اینا رو من مخت تو بگذاشتم و برم پس توجده اونار ببو ها. الو شدده ای تو انتظام نیرویه، ای تو اقتدار وجه اجتماعیه، ای تو انضباط اجتماعیه. یک گوسفند که بری نمونه بنگذاشته گوره وجودم شه ببو خاک ورشرم شو ای دشدار جمع نمکنه آخرین وانت شو مملان پیش چشم بارکی ببو. ای تو شده دهه پیرم شو، ای تو انتظام نیروی بو. بیبی ما یه جنگ جنم بشده ده اقاین شاید اونا جوتر بیویه. ای وای یکی تا حالش اونا رو قورمک کرده و بخوا بیلالا شو تعدلم خالی مکو مگه نمدونه بیبی که پلیس شده ده بر اساس اولویت رسیدگی میکنه. حتما گوسفندو ما ده اولویت اونا نبوده. شنی که تو اجر خزیده فایده ندارن، باید برم بجو خود فرمانده انتظام نیروشم. پس صبر کنه که دلولم بگذارم جیبومم خالی کنم یک قرط آب لیمویم بخورم شر فرصت برم شاید دوجا تشت از ما بگیرن. پس تو از جوش نمیه که بیویی و در پریده از کجا معلوم که همه چیز زیر سر خودت نبشه. بیبی اشمش شهام عدالت بریم بومه مشتی که وارش کرده. بیبی از صبح خط 3 رو یک سره مشغول داری، بعدش هم آدرس تو ندادی. یک کار اشتباه دیگه هم که کردی توی طویلت یک اتباع خارجی مخفی کردی. کارشناسای ما از محل دیدن کردن نه حفاظ داشته نه دوربین نه نگهبان درست حسابی، همش که بر عهده نیرو انتظامی نمیشه. پس این آمارو 1000% کامله چنه؟ ما کار ندارم، ما گوسفندو عمر مایم و السلام. بنگره به نظرم برای شما سود سهام عدالت وارد شو. نه بیبی خوشبختانه گوسفنداتون پیدا شده. شما فکر میکنین که ما دست روی دست گذاشتیم و هیچ کاری نمیکنیم. پلیس ایران تا پای جان با شماست. موی قلومیر گفت کاری برادر انتظام نیرو حرف نداره. احسن بر شما هنو 48 ساعت نشو که دزدا چرب و گروف کوا پرسه بینه علاده جونا و حیبونو بیزبور چیز داده از تشنگوی و گشنگی به نمارده بشن تا یادم نرفته هفته نیرو انتظامی مبارک. بالاخره درست اومر گفتی.